اگر همسرت نماز نخواند آیا شوهر گناهگار می شود یا نه؟ خب برادر عزیز، اکن انسانی که همسرش یعنی زنش نماز نخوانه، البته روی گناهگار می شود. باید زن مجبور کند برای نماز خواندن، چون که خداوند برای ما در قرآن امر کرده است که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای آن ذاتانی که ایمان آورده نگه داره نفسهای خودتان و نفسهای اهل بیتون، زن و فرزندا و اهل بیتون، از آتش دوزخ که در دوزخ انسان ها و سنگ ها می سوزند. یعنی که انسان باید که اهل بیت از آتش دوزخ نگه کنه، اونها را امر به نماز کنه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خداوند امر کرد که و امر اهلک بالصلاه، و محمد صلی الله علیه و سلم اهل بیت امر به نماز کن. جناب پیغمبر میگه هر سحر وقت از خواب میخیستم پس در حضرت فاطمه میرفتم، میگفتن ای فاطمه الصلاه الصلاه، نماز خیز، وقتی نماز است. یعنی حضرت فاطمه را بیدار میکردن برای نماز. خداوند امر کرده. جای دیگه پیغمبر بزرگوار میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر یک کدام شما در نزد خداوند برای رعیت، برای زیر دستا و اهل بیت، برای زن و فرزنداتون در نزد خداوند پرسیده میشه، خداوند میپرسیده است. بله در روایت دیگه هم جناب پیامبر از روی یک زن خداوند در قیامت 4 نفر دوزخ میبرد. زنی که نماز نخواند و زنی که یعنی حکم و قانون شریعت رعایت نکرد، ستر و حجاب و حیا را رعایت نکرد، خداوند در قیامت شوهری و یا پسر کلانی و یا برادری و یا پدرش دوزخ میبرده است، به خاطر یعنی سر راه این زن را نگرفتن. و این خاطر البته شما باید حرکت کنه که زنها را معن بداره از این فعل کردار و رفتاری بد.